لوکس ترین خودرویی که با بودجه 6.5 میلیارد میتونی بخری قطعاً مرسدس بنز اس کلاس. زمانی متوجه این جمله من میشید که این ماشین رو سوار شید و داخل شهر باهاش تردد بکنید. این ماشین یه خرید ایدئاله، چون شما فقط پول ماشین رو میدید، نه لاستیک میخواید بخرید، نه میخواید سپر رنگ کنید، نه پولیش بکنید، نه حتی به تعمیرگاه مراجعه کنید و نه حتی روغن عوض کنید. یه سویچ تحویل میگیرید، استارت رو میزنید و پادشاهیتون رو ادامه میدید. از سال 2006 تا 2013 که یه بازه زمانی خیلی طولانیه این اتاق تولید شده و از 5 میلیارد تا 12 میلیارد تقریبا قیمتاش متغیره. دو تا نسخه شورت و لانگ داره. نسخه های لانگش بیشتر به درد کسی میخوره که راننده داره و عقب میخواد بشینه. نسخه های شورتش به درد میخوره که خودت سوارش بشی، که عموما ما تو ایران بحث راننده کنسله. این S350 نسخه شورت مدل 2008 دو تا از آپشن‌های حیاتی اسو داره که نایت ویژن و تنظیم ارتفاع و دو گرم دو سرد. تمام آپشن‌ها این ساعت کار میکنه. فنی ماشین در حد نوعه، یعنی فاکتورهای فنیش هم هست که تمام کاراش شده، یعنی حتی لاستیکاش هم نوعه، شاید 1000 کیلومتر کار کرده. کیت AMG 63 رو داره و فیس مدل بالایی که یه چیزی اولش 700 میلیون تومان هزینه همین رینگ و لاستیک و کیت بدنشه. موتور ماشین یه نسخه آکبند نوش به صورت قانونی تعویض شده و تمام کارهای فنیش هم انجام شده. این ماشین داخل ماشین حتی یه خراش هم نداره، یعنی فکر می‌کنم هر کسی اینو میپسنده. یه ذره رنگ شدگی دور قاب پلاکش فقط داره این ماشین و میتونم بگم از لحاظ سواری لذت روزهای 0 کیلومتریشو داره. کیلومتر تمام این ماشین ها غیر قابل تشخیصه. حالا ما با کارشناسی که تو ستاره ایران کردیم و اینا دیدیم 100,000 کیلومتر کم شده. الان کیلومترش خیلی کم نشون میده ولی خب 100,000 تا کم شده. همین که کیلومتر واقعی شما میدونیم الان خودش یه نکته مثبت. ماشین خودمونم هست، خیلی هم مرتب از ریز به ریز جزئیات این ماشین هم با اطلاعیم. یه چیز اولوش فقط 500 میلیون 600 میلیون ما خودمون روی ماشین هزینه کردیم. البته که خیلی کاراش شده بود، البته که هر جاشو، یعنی حتی ما تا سیستم صوتی این ماشین رو هم یه صابش خرخر میکرد با یه بساطی باز کن عوض کن، نمیدونم خیلی تا جزئیات این ماشین رو ما کاراش انجام دادیم. و حتی خیلی جالب بود برام که وقتی واز میکردیم مثلا یه باند عوض کنیم، چیزی که خیلی دوست دارم اینه که زیر ماشین با روی ماشین یکیه، یا کارهای فنیش مثلا جلو بندیشو وا کرده بودیم زیر ماشین نوعه، توی رودریان نوعه. بعضا اینا رو وا می‌کنی رودری رو می‌بینی همه جا رو بریدن، جوشکاری کردن، 60 بار صافکاری شده. غیر از این تیکه یه صندوق رنگ نداره و یه بدنه خوشگل داره. تو این بودجه 6.5 میلیارد این بهترین اسکلاسیه که میشه خرید. اینا با قاطعیت میگم، با قاطعیت با این بودجه بهتر از این ماشین وجود نداره. این ماشین تموم شدهش میشه 6.5 میلیارد. یه ماشین ممکنه شما بخرید 6 میلیارد 7 میلیارد خورده پاتون وایسه، ولی این تموم شدهش همین قیمت.